سلام. چند تا نکته بگم به قولی ماحصل جلسات منتورینگی که با بچه ها داشتم و یه چند تا نکته سعی میکنم خیلی کوتاه، بیشتر از شاید 2 دقیقه نشه. نکته مهم اینه که در واقع افرادی که از شما پوزیشن های بالاتری دارن، درسته که وظایفی نسبت به کمک به شما، رشد شما و حتی پلن چیدن برای رشد شما به عنوان Personal Development Plan یا Individual Development Plan دارن. وظیفه به قولی میگن وظیفه HR شونه. ولی خب ممکنه که این کار رو در واقع انجام ندن و خب در اون پوزیشن باشن. شما یکی از مهمترین چیزهایی که باید حواستون باشه اینه که مهمترین محصولی که به عنوان یه مدیر محصول لازم روش کار کنید در واقع خودتون و رشد خودتون هستید. من از تقریبا چند سال پیش تا الان این جمله رو دارم توی جلسات وانوانی که دارم با بچه ها، چه روی پلتفرم‌های آنلاین چه حضوری، بهشون میگم پس این ریسک رو نکنید که تکیه کنید به دیگران مبنی بر اینکه اونها دارن این کار رو انجام میدن پس من دیگه لازم نیست نگرانش باشم. پس در این رشد و برنامه رشد شما خودتون باید سعی کنید فرمون رو به قولی دستتون بگیرید. باید در موردش مطالعه کنید، در مورد خودتون خودشناسی، استعدادتون چیه، چیا میدونید نمیدونید، هارد اسکیل، سافت اسکیل، تولز توی هر حوزه کاری که هستید. و فراموش نکنید برخلاف بقیه چیزا که شاید فکر کنیم با یه سرتیفیکیت یا یه کتاب خوندن یه چیزی میتونیم یاد بگیریم که قطعا اینطوری نیستن، تجربه لازمه. سافت اسکیل دیگه بدتر از اوناست. هم یاد دادنش سخته، هم یاد گرفتنش سخته. به عنوان کسی که سالیان پیش که شروع به کار کردم میتونم بگم سافت اسکیل لازم رو واقعا نداشتم و هزینه زیادی کردم تو این سالها یاد بگیرم و بتونم 4 تا پرزنتیشن تو دوره‌های مختلف به شما ارائه بدم. میتونم بگم که هزینه یادگیریش بالاه، ولی هر چقدر که براش وقت، انرژی و هزینه میکنید پیشرفتتون بیشتر میشه و خودتون میبینید که آدم ها در واقع شما رو بیشتر به خاطر سافت اسکیلتون و کمتر به خاطر هارد اسکیلتون انتخاب میکنن، چون باید بتونن با شما تعامل کنن، باید بتونن با شما کار کنن.